دوستان عزیز، ولی من یک شما نشون میتونم فقط حلاوت ببرید. زمین هوا اولیش میگیریم. خب بعدا اینا میگیریم. چی پیدا شد؟ دگدانی نونپزی. اگه داری دگدان نونپزی ده بیار که پیش نشون بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا دنیده دنگیچه تلق جوشیده است. دیده دنگیچه را. این دنگیچه ایشاو تا سحره همجده جوشیدگی ایشاو تا سحره. انا برادران انیره دنگیچه میگن. انیره گنگنی میگن. میزنی؟ همین دیگه دم نمیزنی. زنده باشی. دوام شد با من نشان میتونم شما. این برادر عزیز آمدم دولونه پختگی. اصلا این ترشه که خیلی دولونه. میخوام چند روزی از چشم تموم شهر پنهون شم، برم هم صحبت خاک و رفیق عطر بارون شم. چه؟ نغزی سازی میگریزه ایما میگریزه. سلام دوستان عزیز، برادران قدردان، کسانی که دهد از ذوق دارن، مال و حال دهقانی ذوق دارن. اینما در دههایم در طرف دشت جوم منوار گرفته استم، در کانال یوتیوب مونده استم. مرحمت بذارین تماشا کنید چیست برای مردمی دهقان سربلند خانواد باشن. روزی آمد به خیر و شادی باشه. در حقیقت این سنگا رو میبینی، این رو بینی، این سنگا رو خیلی خدا شکو پرسپاس کردیم. آب هم خری کردگی بده، آب هم تری کردگی این سنگا رو. دیدیم برادران سنگای مزار. دوستای عزیز این طرف های بالا کی آمدی، بالا دشت کی آمدی، اینا اصل سوار میشی.
حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق زیارت آمدم. این اسب ما دادن سوارشتم برای مهمونا این سیو دارن اینجا. نگاه میای هم تگ همین سیو دارن میشینی و سیو چینه خوردن میگیری برادر. اینا نگاه کن. این همین خلایده اکی زنده باشین زنده باشین. دوستان عزیز خواستم یه چیز شما رو نشون بدم. ببینید سنگا رو ببینید. ببینید سنگا رو. در خدی سنگا رو می‌بینید. ببینید این سنگا رو خد خدا خودش رو. پرسپوز کنیم آب هم خرید کنیم آب. دیدن برادر عزیز این سنگا نمیدونم که چی گفتن نمیتونم. ممکن کار کردی دست آدمو باشه. نام این سنگا سنگای مزار است. نگاه کنید در نوشون.